چرا الله تعالی ربا را حرام کرده است؟ یک چیز بدونید که در شریعت هر چیزی که حرام است، یعنی که در او چقدر ضررها دیده میشه، بنابر همین ضررها او چیز حرام است. چند تا از ضررهای ربا را مختصر برات بیان میکنم. یکی است که وقتی که انسان میره از بانک باشه یا که از یک انسان دیگه قرض میکنه، قرض ربوی است و در برابر این قرض یا که خانه‌ش یا که ماشینش یا که زمینش زلاق میگذاره. مبادا همین پولی که میگیره با یک معامله تجارتی میگیره، در این معامله اگر کامیاب نشه، خانه‌اش باشه، زمینش باشه، ماشینش باشه، از بین میره. یعنی یک معامله سر تا پا در او چیز ریسک است. دوم از ضررش نزدیکی وقتی که انسان ها در یک جامعه، در یک بازار، تاجرها یعنی که معامله ربوی زیاد میکنن، از بانک ها پول میگیرن، در همون جامعه، در همون بازار، یعنی که خیلی بگیم که چیزها قیمت میشه. به این خاطر وقتی که انسان از بانک پول میگیره، با این پول میره یک بار از یک کشور دیگه میاره، وقتی که بار میاره در بالای این بار همون چند فائزی، همون اگر دکان ارنده باشه او را حساب میکنه، پولی پتن حساب میکنه، پولی فائزی بانک حساب میکنه، یک چیز چند برابر قیمتتر میفروشه. در جامعه بگیم که مردم به یک سختی و به یک مشکلات میرن چیز میخرن. و سیم ضررش نیست که همون اگر مبادا در همین معامله ربوی خود بگیم که اون سود به دست بیاره، همون مقدار زیادی سود میبره در بانک ها میده. برعکس قرض، یعنی در اسلام وقتی یک انسان قرض میگیره، اگر در همون معامله تجارتی خود کامیاب شید و او پولش هم در حد زکات رسید، باید همون مقدار پول برای فقیر نیازمندها چیکار کنه؟ زکات بده یا که صدقه بکنه. روز به روز فقر از جامعه کم میشه و نیازمندی مردم بگیم روز به روز برآورده میشه. و چهارم ضررش این است که در مابین مردم خود به خود بدبینی، دشمنی ایجاد میشه. زیرا وقتی که انسان از بانک پول میگیره، زحمت میکشه و چند فایزی همین سودی که به دست میبره در بانک میسپاره، خود به خود با همون انسان یک نوع دشمنی، بدبینی پیدا میشه که این بالای سر ما ظلم میکنه. این ما شما میبینیم که کسایی که از دیگران قرض میگیرن چقدر نامبرهای خود جنگ ها و جنجال ها و چی حالت ها و چی صحنه ها را که ما شما مشاهده کردیم. و تمام این کارها در دین اسلام حرام است. بارک الله فیکم.